اسماعیل جان، پروردگار مهربان هر دو دنیا تا آباد کنه. اگه من نمیدانم چه خیلی میندارگی کنم در تو بچه جان. همین میگم که خدای تعالی الله یکه و یگانه خارد نکنه. پروردگار هر دو دنیا تا آباد کنه و الله مهربان همین خاکگیری در کفت زر گرده. در حقت همیشه دعا گوم بچه جان. بغیر ای دعا کردن در حقت ای دستم دیگه هیچی نمیبیایه. شکر الحمدلله که یافتی دادی ما. یافت شید خدا را شکر. حتیش گاو زدم خدا را شکر. پیدا شید. تلفن نداشته بوده، در یک جای بوده که تلفن نبوده، سلیاز نبوده، ای همین کار شروع کردن یافتن دادن ما. پروردگار همه مسلمان را از جمله خطا اسماعیل جان پروردگار نگهبان باشه و در حفظ امانش بگیره. بعد یک خواهش التماسی دیگه اسماعیل جان، یک خاکای پاد مرم اسماعیل جان یافتم شه پروردگار دنیا و آخرت آباد کنه. همون ویدیو او دلید که پرتا که جانم شوی. این همی کاری دیگه که خدا اعتراضی باشه در البته او دلید که بتونین همی حاضی او دلید که همون ویدیو او دلید که البته که با یافتن ده که یافتم شه با گب نرسه شه بچه جان. بچه هم ده گب نرسه. خداوند کریم خاکگیری در کفت زر گرده و الله اهل خانواده تا نگهبان باشه و الله بازم هر دو دنیا تا آباد کنه. اسماعیل جانی من، بچه جانی من، خدای کریم پروردگار خارد نکنه. پروردگار سربلند هر دو دنیا باشی. همیشه زنده ایم در حق دوام میکنم بچه جان. انشاءالله با در علاقه ایم همی او دلید کنشه بر وقت ترکی هم بچه در گب نرسه. برای کی گفت که بچه جان او دلید کنه گفت که ما در گب میرسه. گفتک ما گفتم مایلی مالیا مکه جان اسماعیل جان تا میگم او دلید میکنه. الله در حفظ امانش نگهبانت باشه بچم. همیشه پروردگاری کریم سربلندی هر دو عالم باشی. اله آمین. الله اکبر. انشاءالله ثواب دو دنیا را گرفتی اسماعیل جان. پروردگاری کریم هر مراد و مقصدی داری. پروردگاری کریم هر چیز زودتر و مراد و مقصدهای نیکت برساند الها. بزر و حلاوت عمر تو و زر و حلاوت فرزنده تو و راحت فرزندکات بینی اله آمین. مردم تاجیک، ای مردم تاجیک، گپ تا ندارم باور کنی در بین ساعت همین دودرک پیدا شد. خرسندی مادر شبینین. وقتی خرسندی یک مادر تاجیک ببینیم که 2 ماه فرزند خودش میکافت جستجو میکرد، ولی ما و شما در یک جایگی توانستیم که پیداش کنیم و آب دیده این مادر آرام کنیم و این مادر خرسند کنیم. دل مادر خرسند کردیم انشاءالله که الله نازنین خرسند کردیم. دعا میکنم که الله نازنین اون نفرایی که در پهن شدن این ویدیو سهم داشتن، پدلیت کردن و استوری موندن و در شبکه های خودشون گذاشتن و گفتی و لایک موندن و کامنتار کردن و این ویدیو پرسماتر کلان گرفت و این فرزند این مادر که در زندان بوده پیدا شد. در آخر همین ویدیو منتداری خدمت به همه برادرایی که در زندان های روسیه و تاجیکستان و عموما در کی جایی که زندان هستن میخوام منتداری خدمت رسانم. منتداری خدمت به همه برادرایی که در زندان چیلیابینسک، در زندان های چیلیابینسک یا که در زندان های شهرهای روسیه هستن میخوام منتداری خدمت رسانم و میخوام دعاگو باشیم ما و شما در یک جایی که این برادرایی که دائما در کارهای خیر در بری ما برادرها هستن الله هر چیز زودتر آزادشون کنه. گرچنده که در زندان هستن ولی در غم ملت هستن، در غم مادر تاجیک شریک هستن و بی‌طرف نیستن و دستگیری میکنن تا اینکه همین فرزندای گم شده و همین برادرها و جوانای تاجیک که گم شدگان در زندان ها مقصد نو رفتگان تلفن ندارن و اینکه یگام راه و واسطه علاقه کردن همراه مادرشون ندارن، کمکشون میرسونن، تلفن میتوننشون همراه خانگیشون صحبت میکنن.
یک جهان تشکر گفتنیم و دائما انشاءالله دعاگوی شماییم برادر. هزار رحمت مادر جان. الله نازنین فرزندتان هر چی زودتر برآمدن و به نزد شما برگشتن نصیب و روزیش کنن و دعا میکنیم که مادر جان الله صبرت و این خرسندی که امروز داشتی همه وقت همین خرسند باشی. صبر کن مادر جان، انشاءالله فرزندت آزاد میشه. الله نگهبان. و یک بار دیگه میگم هزار رحمت برای اون نفری که این ویدیو رو پخش کردیم. ویدیو پیشینه رو ما الان محکم کردیم. اون ویدیو به حد پرسناتری کلان گرفته بود ولی ما محکمش کردیم و این ویدیو رو میگذارم تا اینکه شما آگاه شوین که فرزند همین مادر پیدا شد.